حروف بیان که قرار باشد کلمه‌ای بسازند از دل رنگ شکل می‌گیرند. با کاردک و رنگ روغن، با قلمو و چسب و حتی با ورق طلا. در این گالری کوچک در قلب پاریس، این هنرمندان برخلاف رسم معمول نمایشگاه‌های اینچنینی آستین بالا زدند و بازدید کنندگان را به تماشای مراحل خلق آثارشان دعوت کردند. از ایران آمدند و آثارشان در کنار تابلوهای بیش از 20 هنرمند نقاشی خط دیگر در گالری نیکولا فلامل پاریس به نمایش درآمده. سفر به حواشی حروف عنوان نمایشگاهی از آثار پیشگامان نقاشی خط ایران و هنرمندان جوانی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند. من در واقع چون شروع کارم با فضاهای سنتی بوده، در واقع یک شیوه کاملا سنتی، استاد شاگردی، خوشنویسی و تصویر رو یاد گرفتم. در طول این 12-13 سال که کار میکنم تونستم که با در واقع مطالعه و تحقیق در این زمینه و کار بیشتر بتونم امروز به یه زبان جدیدتری برسم. من یه 6-7 سالی کار خط نقاشی میکنم. قبلا نقاشی دیگه میکردم ولی کم کم گرایش پیدا کردم به خط و ببینم از این به عنوان یه المان بصری چجوری میتونم ازش استفاده کنم. قصد من این نیستش که کسی رو تکرار کنم یا مثل کسی کار کنم. بیشتر من رو بافت و تکسچر کار میکنم، با رنگ روغن، ضخامت رنگم زیاده و از اون رنگا رو برمیدارم. بابک رشوند که اثری از پدرش هم در این نمایشگاه به نمایش درآمده، هرچند پا جای پای پدر گذاشته اما سبکی کاملا متفاوت از او در پیش گرفته. پدر من قبل از خوشنویسی نقاش بودم و بعد کار خوشنویسی رو انجام دادم. زیر نظر پدرم از نقاشی شروع کردم، همزمان خب خوشنویسی هم کار میکردم باهاشون. بعدها حالا طبق تحصیلاتم و رشته آکادمیکم که گرافیک بود و سواد بصری بود، مبانی هنر تجسمی بود، شروع کردم به تجربیات نقاشی خط. پدر من تمرکزشون روی فرم‌های زیباشناسی کلاسیک خوشنویسی نستعلیق هستش، ولی من خب سبک کاریم و نگاهم به بیشتر فرم کلمات و حروف هست. تابلوهای این پدر و پسر شاید بهترین مثال برای سیر تغییر و تحول نقاشی خط ایران باشد. هنری که خاستگاهش مکتب سقاخانه‌ای است و پایه‌گذارانش هنرمندانی چون فرامرز پیلارام، حسین زنده‌رودی، رضا مافی، محمد احصایی و نصرالله افجعی. هنری که بیش از پیش به سمت فرمگرایی پیش می‌رود. دو تا جریان مهم وجود داره تو نقاشی خط ایران که یکیش خیلی به معنا توجه داره، اتفاقی که در آغاز افتاد و در دهه‌های گذشته بود. یعنی در واقع خوشنویسان با توجه به اشعار، مضامین یا متنایی که خب معنی خوبی داشتن و معنی قابل تأملی داشتن می اومدن یک سری ترکیب‌های جدید می‌زدن. اما تو چند دهه اخیر، به ویژه یک دهه اخیر و در کار هنرمندای جوان‌تر، یه عبوری صورت گرفته از معنا به فرم. این فرمگرایی باعث شده که خب مخاطب بیشتری جذب این کار بشه. در واقع وقتی که شما نیاز نباشه یا نتونید حتی بخونید و فرم و رنگ و ساختار کار شما رو به قول معروف گیر بندازه، خب فرصتی به وجود میاد که حتی مخاطبی که دانش یا زبان خواندن این کارها رو نداره بتونه جذب شه. سفر به حواشی حروف برای مخاطب فرانسویش فرصت کشف جنبه دیگر از هنر معاصر ایران است. تقریبا تمام آثاری که من دارم خطاطی هستند. بعضیا به شکل تابلو و قسمتی هم به شکل حجم و مجسمه. این آثار زبانی شاعرانه و تسکین دهنده دارن. من معنی اونها رو نمیدونم. البته قسمت‌هایی رو برام ترجمه کردن. میتونم بگم که این تابلوها جنبه‌های آرامش بخشی دارن که بسیار مورد علاقه منه.
طی سالهای گذشته فروشگاه خیره کننده آثار هنرمندان هنرهای معاصر ایران در حراجی‌های معتبر هنری همچون کریستیز و ساتبیز توجه کارشناسان و علاقه‌مندان و خریداران را به آثاری که از ایران می‌آید جلب کرده. There's a variety of collectors that are buying contemporary arts. There's a whole young generation of Iranian collectors that have started collecting Iranian arts, young people such as in their mid-20s up to their mid-30s, and then there's also the older dealers that are established. A lot of the Islamic art dealers that are interested in antiquities are also interested in contemporary art because the two processes overlap, and there's a general appreciation across the arts. So there's a wide range of collectors. There's also collectors from the Arab world as well, and European collectors that appreciate the visual beauty that's communicated in Iranian art. نیما ساغرشی کارشناس بخش هنرهای معاصر و مدرن خاورمیانه در حراجی بونمز لندن معتقد است هنر معاصر ایران یکی از معدود جریانهای هنری منطقه است که توانسته علاوه بر حفظ سنت‌ها تداوم و نوآوری هم داشته باشد. فکر می‌کنم علاقه به هنر ایرانی در خارج از ایران دلایل متفاوتی داره. به نظرم قطعاً وقتی پای هنر معاصر به میون میاد خارجی‌ها به شیوهی که هنر ایران اوضاع اجتماعی رو تفسیر میکنه بسیار علاقمندن و بسیاری از هنرمندان ایرانی هم دغدغه‌ها و نگرانی‌هاشون رو از شرایط در کارها بازتاب میدن. در نمایشگاه‌های از این دست که خاستگاه سنتی تری دارن، غربی‌ها مشتاقن ببینن هنرهای ایرانی چگونه گسترش یافته و چطور به وسیله هنرمندان معاصر و مدرن تغییر شکل داده و بیان میشه. استقبال عمومی از نمایشگاه‌های آثار هنرمندان ایرانی نوید بخش آینده‌ای روشن برای هنرهای معاصر ایران در بازارهای جهانی است. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.